من دیدم 2 تا بالگرد از اون بر روستا دارن میان میرن، 2 تا جنگندم تو کلشونه، یک جنگنده رفته به طرف لردگون دور زد به این طرف، اینا اومدن توی سینی کشی اطراف روستا ما بود. جنگنده اومد خیلی دست پایین از هلیکوپتر پایین کرد، اینطوری ویراژ رفته بود بالا، اینطوری رفته بود بالا. من اصلا مسلح کرده بودم که بزنم هواپیما که طوری رفت ویراژ رفت بالا بزنم. آخه اینا میگم باید که من حدود 30 ماه تو منطقه جنگ عراق و ایران بودم. ماشاءالله. بعد خانمم گفت که نزن اینا خودی نکن کارا. من سریع تماس گرفتم با پایگاه بسیج منج، بخش منج، جانسروان جلیل، گفتم که همچین موضوعی هست. گفت که اینا دشمنن بزن تیراندازی کن. اینا رد میشن تو برگشتن مسیر پاک کردن برگشتن. یکیش ارتفاع بالا آمد، جنگنده ها دنبالشون کلشون بودن. وقتی یکیشون در سطح بالا آمد من 2 تا تیر شلیک کردم. یکی دیدم یکیش از دره میاد، خیلی ارتفاع پایین دیگه، اینا کارش نداشتن تا این یکی که اومد دیگه. ما 2 تا به طرف پنجره زدیم جایی که خلبانش مشخص بود. 2 تا به طرف پنجره زدم، 2 تا هم زدم برای منفجر شدن بارکش، به این سمت بارکش شلیک کردم بهش. 4 تا هم شلیک کردم به این یکی.